جوانای ما الان چرا ازدواج نمی‌کنن؟ برای اینکه هیچ معیاری ندارن، نمیدونن انتخاب با چجوری بکنن، اصلا زندگی چی میخواد. ولی وقتی خودتو بشناسی، توانمندی‌ها و قابلیت‌های خودتو بشناسی، چه اتفاقی میفته؟ یونگ خیلی حرف قشنگی میزنه، قانون ارتعاش آشکار. به اندازه‌ای که تو هستیه که گیرت میاد. اندازت چقدره؟ انرژی چقدره؟ داده ها چقدره؟ پس نیان اونایی که میان از زنشون بد میگن، از شوهرشون بد میگن، ولی 30 سالم هست دارم با هم زندگی. شما شبیه همین که کنار هم دوام آوردید. پس بنابراین معیار عشق تو اصلا مشخص نبوده، چون اصلا عاشق خودت نبودی، خودتو پیدا نکردی، اصلا نمیدونی اینجا بلا تکلیفی واسه چی اومدی. یعنی باور کنی که شکوه زندگی و عشق رو میتونی دریافت کنی که خودت با خودت آشنا کنی. دیروز خیلی خسته بودم، پشت فرمون بودم، یهو خودم دستم گذاشتم کشوندم، چه حس یه دست آشنا که سالها من اینجا قراری نداده بودم، سالها خودم رو نوازش نکرده بودم، همش منتظر بودم یکی دیگه بیاد منو نوازش کنه. فردیت یافتگی برای انسان ها زمانی اتفاق میفته که به عمق وجودشون سفر میکنه، به عمق وجودت سفر کن. شاید تو الان لازم داری دوباره متولد بشی، دوباره یه نفر دیگه بشی. و چقدر جذابه وقتی تولدی دوباره داری در مسیر زندگی.